نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العظيم. سوره مبارکه یاسین هست. ابتداءً ربط و مناسبت این سوره مبارکه با سوره های گذشته. در سوره های سبا و فاطر این مطلب را خواندیم که در دربار الله عزوجل هیچ شفیع غالبی وجود ندارد. شفیع غالب به این معنا که فردای قیامت هیچ کسی نمیتواند چنان شفاعتی بکند که اون شفاعت قهری باشد، بالاجبار و به صورت غلبه شفاعت بکند پیش خدای عزوجل. در هر دو سوره همین مطلب خوانده شده. حال در سوره مبارکه یاسین ما این مطلب را میخوانیم که وقتی که این آلهه باطله نمیتونن مشرکین را از عذاب خدای عزوجل نجات بدهند، چنانچه وقتی که عذاب آمد هیچ کسی نتونست نجات بده. درباره همین قومی که در سوره یاسین است هیچ کسی نتونست اونها را از عذاب خدا نجات بده. وقتی که نمیتونند عابدان دروغین خودشون را از عذاب خدا برهانند، نجات بدهند، چگونه میتوانند که شفیع بشند؟ چگونه میتوانند شفیع غالب بشند؟ خلاصه این سوره این هست که در ابتدای سوره تمهید مع الترغیب هست والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مقدمه هست. بعد از اون بر مدعا 5 تا دلیل عقلی بیان میشه و علاوه از این دلایل زجرها و تخویفها و تبشیرها هم در این سوره مبارکه بیان میشه. اما ابتدا یاسین از حروف مقطعات است. الله اعلم بمراده والقرآن الحکیم. این سوگند هست، قسم است، قسم به قرآنی که سراپا حکمت است، قرآنی که از اول تا آخر پر از حکمت است. انک لمن المرسلین، این جواب قسم است. قسم به این قرآن، الله این قرآن را شاهد میگیره. وقتی که الله قسم میخورد یعنی شاهد میگیرد. شاهد است این قرآن،
سوگند به این قرآن که انک لمن المرسلین، ای رسول مکرم من، همانا تو از فرستاده شدگان هستی، یعنی تو را الله فرستاده، آنچه که میگی حقه، اونچه که میگی راسته، فرستاده الله هستی و مردم را راهنمایی میکنی علی صراط مستقیم، بر راه راست. مراد از صراط مستقیم مسئله توحید است، چون قبلا خواندیم در دعوت عیسی علیه السلام ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، الله رب من و رب شماست، فقط او را پرستش کنید و این صراط مستقیم است. پس مردم را میخوانی به سوی صراط مستقیم، یعنی به سوی توحید. تنزیل العزیز الرحیم، این قرآن، این کتاب مقدس نازل شده هست از جانب ذاتی که عزیز است، غالب است و الرحیم، مهربان است. یعنی ای پیامبر خودت هم بر حقی، کتابت هم بر حق است. آمدی که به وسیله این قرآن بترسانی، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، تا بترسانی قومی را که پدرانشان ترسانده نشدند، فهم غافلون، آنها غافل. ببینید بعد از اسماعیل علیه السلام بر مکه مکرمه که چندین هزار سال گذشته بود، در مکه مکرمه پیامبری نیامده بود. پیامبران دیگر اسحاق، یعقوب، موسی، هارون، بقیه انبیاء بنی اسرائیل، عیسی، همه اینها آمدند، ولی در میان مردم مکه نیامدند، در بلاد دیگه آمدند. پس لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، بترسانی قومی را که پدرانشان ترسانده نشدند. یعنی هیچ پیامبری در این زودی ها، در این قرنهای گذشته حتی بر پدران و آبا و اجدادشان فرستاده نشده. چنانچه علامه مظهری میفرماید حیث لم یبعث بمکه نبی بعد اسماعیل علیه السلام، چون که بعد از اسماعیل هیچ پیامبری برای اهل مکه فرستاده نشده بود. فهم اشد احتیاجا الی الرسالت من غیرهم، پس به رسالت الهی اینها بیشتر نیاز داشتن نسبت به دیگران. چند وقت بود، چند قرن بود، چند هزار سال بود که پیامبری برایشون نیامده بود. پس این قرآن را من فرستادم ای حبیب من تا بترسانی قومی را که ما انذر آباؤهم، پدرانشان انذار نشدند، پدرانشان ترسانده نشدند. فهم غافلون، آنان غافلند، آنان بیخبرند از توحید خدا، از عذاب خدا. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. اینجا الله عزوجل عناد قوم را بیان می فرماید که این قوم چقدر ضدی هست، چقدر عنادی هست. لقد حق القول على اکثرهم، یعنی بر اکثر آنها این سخن ثابت شده که انهم لا یؤمنون، اینها ایمان نمی آورند. یعنی مهر جباریت به دلشون خورده، به دلیل مهر جباریت از ایمان محرومند. انا جعلنا فی اعناقهم، این علت است چرا مهر جباریت خورده. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما قرار دادیم در گردنهای اونها طوقهایی که فهم الی الاذقان، این طوقهایشان تا ذقن است، تا چانه است به اصطلاح. فهم مقمحون، پس آنها سر به هواند. معنیش چیه؟ وقتی که انسان به گردن طوق داشته باشد، این انسان نمیتونه پایین را نگاه بکنه. دیدیم بعضی افراد هستن که گاهی گردنشون
مشکل پیدا میکنه یک گردنبند میبندند. این گردنبند که بسته میشه انسان گردنش غالب میشه، این چانه انسان بالا میشه، نمیتونه پایین نگاه بکنه. پس این طوقها که وقتی که به گردنشون بسته اند و تا این چانه آمده سرشون به بالاست، پایین نمیتونه نگاه بکنه. به این معنی که از خود اختیاری نداره. منظور اینه که از ایمان محرومه، از هدایت محرومه، از دین محرومه. وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا. الله بیان میفرمه مهر جباریت را که اینها بر دلشان مهر جباریت خورده، قرار دادیم از جلویشان یک صد دیوار غیبی و از پشتشان صد، از هر طرف صد مسدوده. به این معنی که اینها نمیتونن به سوی هدایت بروند، کنایه از این است. فاغشیناهم، ما آنها را تحت پوشش قرار دادیم. فهم لا یبصرون، آنها به دلیل حجابات الهی نمی بینند، از دیدن واقعیت محروم هستند. این هم کنایه از مهر جباریت است. در آیه بعدی الله تعالی واضح تر می فرماید و سواء علیهم، برابر است با آنان، انذرتهم، اینکه بترسانی آنها را، ام لم تنذرهم، یا نترسانی، لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. حال یک سوالی هست که من این سوال را در سوره بقره هم مطرح کردم. در ابتدای بقره همین آیه و شبیه این آیه آمد ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. وقتی که انذار اونها فایده ای نداره، بترساند پیغمبرانان را یا نترساند، ایمان نمی آورند، خب پس چرا بی خود اونها را تبلیغ میکنه؟ ببینید، یکی هست وظیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم و یکی از وظیفه مخاطبین، کسانی که دعوت داده می شوند. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مکلف است بر وظیفه خودش عمل بکند. حال اینجا بیان وظیفه کفار هست که کفار ایمان نمی آورند، اما پیغمبر باید وظیفه خودش را انجام بده. و بعد در انجام وظیفه پیغمبر چند تا فایده هست. یک، کسی که دعوتگر است، کسی که منذر است، ترساننده هست، این دیگه وقتی که بترساند، این تبلیغ بکند، این به وظیفه خود عمل کرده، دین از گردنش ادا شده. طرف قبول میکنه یا نمیکنه، این یک وظیفه‌ای داره در مقابل او، این تکلیفی داره در مقابل او، این دستور خدا را باید اجرا بکنه. پس اولین فایده تبلیغ چیه؟ که پیغمبر وظیفهش را انجام داده. دوم اینه که با انجام وظیفه درجات دعوتگر، درجات پیغمبر بالاتر میره ولو اینکه طرف قبول نکنه. سوم، فردا این کافر، این مشرک که به عذاب خدا گرفتار میشه، دیگه بهانه‌ای داشته نباشه بگه که کسی به من نگفت. لذا پیغمبر او را تبلیغ میکنه تا اینکه از او بهانه هم گرفته بشه، از او بهانه هم سلب بشه. ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین. خداوند در اون وعده الست میفرماید که این وعده را از شما گرفتم، انبیا را هم میفرستم شما را یادآوری کنند تا که فردا نگویید که انا كنا عن هذا غافلین، خدا ما غافل بودیم، خبر نداشتیم. نه، به همین خاطر الله عزوجل دعوتگران را میفرستد، انبیا را میفرستد تا برای مردم بهانه‌ای نباشد. پس
این پیشگویی الله عزوجل است که آنها را بترسانی یا نترسانی ایمان نمی آورند. اما این که پیغمبر وقتی که بترساند یا نترساند فایده نداره. چرا فایده داره؟ درجات خود پیغمبر بالا میره، وظیفه خود پیغمبر انجام میگیره. عذر و بهانه از مشرکین برای فردای قیامت چی میشه؟ گرفته میشه. انما تنذر، باز از این انذار تو یک گروه دیگه فایده میبرند، از تبلیغ تو گروه دیگه فایده میبرند. اینا کی هستن؟ منیبین، اهل انابت، کسانی که حق طلبی در وجودشان هست. الله می فرماید انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. جز این نیست که تو انذار میکنی، میترسانی من اتبع الذکر، اون انسانی را که پیروی بکند از قرآن، پیرو قرآن، و خشی الرحمن بالغیب، و اون انسانی که از رحمان غائبانه بترسد، ندیده میترسد، چون ایمان بالغیب دارد. یعنی بسیاری هستند از بندگان مخلص من که از دعوت تو متأثر میشوند، اونا میترسند. پس کسانی که دعوت را قبول میکنند، متأثر میشوند، از ربشان میترسند. فبشره بمغفرة و اجر کریم. این نوع انسان ها را مژده بده، بشارت بده به مغفرتی از جانب الله عزوجل و اجری معزز، اجری که برای اونها در نظر گرفته شده. انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم. این تخویف اخروی هست. الله می فرماید اینهایی که در دنیا زندگی می کنند و بعد از زندگی دنیا می میرند، ما اینها را روز زنده می کنیم. نه تنها زنده می کنیم، تمام اعمال گذشتهشون را ثبت و ضبط می کنیم. فیلم همه موجود است که در دنیا چه کار کردند چه نکردند. انا نحن نحیی الموتى، همانا ماییم که زنده می کنیم مرده ها را، و نکتب ما قدموا، و ما می نویسیم آنچه که قبلا انجام دادند، و آثارهم، و آثاری که پشت سر گذاشتند. یکی هست که عملی انجام میده برای آخرت خودش میذاره، یکی هست که خودش از این دنیا میره پشت سر اثری میگذاره، اثر خوب یا اثر بد. اثر خوب مثلا مسجدی میگذاره، چاهی درست میکنه، قناتی، مردم ازش استفاده میکنن. اثر بد یه مرکزی برای فساد، یه مرکزی برای شرک، یه مرکزی برای بیدینی، یه مرکزی برای خدا نافرمانی، خدا نترسی. پس الله میفرمه همه آثاری که پشت سر گذاشتن هم ما چکار میکنیم؟ یا یک کسی یه بدعتی ایجاد کرده، یک کسی هست نه یه علمی پشت سر گذاشته که مردم ازش استفاده بکنند. به هر حال آنچه که تقدیم کردن برای آخرتشون فرستادن هم می نویسیم، آثاری که پشت سر خودشون میگذارن هم می نویسیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، هر چیز را ما احاطه کردیم فی امام مبین. امام مبین را بعضی گفتن این نامه اعمال، بعضی گفتن امام مبین اون دفتر بزرگ یعنی لوح محفوظ. واضرب لهم مثلا اصحاب القریه. بعد از اینکه خداوند در این آیات وعید بیان فرمود برای کسانی که ایمان نمی آورند، حال نمونه از وعید یا تخویف دنیوی بیان می فرماید. الله عزوجل در این آیات مبارکه داستان 3 نفر را بیان می فرماید که 2 پیغمبر برایشون فرستاده شد، سومی را هم الله می فرماید ما برای تقویت اون 2 فرستادیم. اینها وعظ کردند، موعظه کردند و مردم به جای اینکه از این انبیا حرف شنوی داشته باشند، به جای اینکه سخنشون را گوش کنند،
مردم کفر کردند، تمرد کردند، بدفالی گرفتند. گفته از روزی که شما آمدید شومی آمده، نحوست آمده، بدبختی آمده، قحط آمده، برکت رفته. در حالی که قبلا ما خواندیم هرگاه پیغمبری میاد و قوم انکار میکند، ابتداء خدای عزوجل اون قوم را یک گوشمالی کوچکی میده، یا باران رازشون قطع میکنه یا تجارتشون را بیرونق میکنه، سختیای میاره که شاید اونا بفهمند که ما چون پیغمبر خدا را نافرمانی کردیم این سختی ها را میبینیم. پس این سختی ها وقتی که آمد اینها بدفالی گرفتن به این انبیا و گفتند که شما که آمدید ما به این بدبختی گرفتار شدیم. این انبیا جواب دادن که این شومی، این نحوست، این بدبختی به اعمال خود شما برمیگرده، به مرسلین خدا نسبت ندهید. بالاخره در این سوره مبارکه هست که الله عزوجل صدیقی را از اون امت برگزید، همین شخص که بسیاری از مفسرین گفتن این حبیب نجار است، حبیب ابن مری نجار. الله عزوجل این را برگزید، این را مبعوث کرد، این بلند بشه از پیغمبران خدا دفاع جانانه بکنه، این بلند بشه بگه مردم چرا انبیاء خدا را نافرمانی میکنید؟ مردم وقتی که دیدن این از خود ماست، قوم خود ماست، برادر خود ماست، عزیز و خویشاوند خود ماست، مردم عصبانی شدند و به خودش حمله کردند، خودش را چنان زدند که شهید شد. ابتدا آیات و بعد در رابطه با این افراد بحثی هست. الله می فرماید واضرب لهم مثلا اصحاب القریه، بیان کن برای اینها مثال اصحاب قریه را. قریه را قرآن مشخص نکرده. اذ جاءها المرسلون، زمانی که فرستاده شدگان الهی آمدند. اذ ارسلنا الیهم اثنین، زمانی که ما فرستادیم به سوی آنان دو تا فرستاده. فکذبوهما، اینها اون دو نفر را تکذیب کردند. فعززنا بثالث، این دو نفر را با نفر سوم ما تقویت کردیم. نفر سوم را برای کمک و تقویت اون دو نفر فرستادیم. فقالوا انا الیکم مرسلون، آنان به مردم گفتن ای مردم ما فرستاده شده هستیم به سوی شما. اما جواب مردم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، همین ایرادی که همیشه اهل کفر میگیرند بر پیغمبران که چرا پیغمبران بشرند، چرا فرشته نیستند. گفتن نیستید شما مگر بشرید، مثل ما هستید. و ما انزل الرحمن من شیء، رحمان هیچ چیزی نازل نکرده، او بر بشر نازل نمی کند. ان انتم الا تکذبون، شما نیستید مگر دروغ میگید. اما اونها خدا را شاهد گرفتند. چه سوگندی بالاتر از سوگند الله. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رب ما میداند، یعنی رب شاهد است، الله را گواه میگیریم که ما به سوی شما فرستاده شدیم. و ما علینا الا البلاغ المبین، بر ما نیست مگر رساندن آشکارا. الا البلاغ المبین یعنی رسانیدنی که آشکارا پیام رب شما برسد. اما عرض کردم وقتی که این قوم به دعوت انبیا توجه نکرد، دقت نکرد،
الله عزوجل برایشون قحطی آورد. الله تعالی اونها را گوشمالی داد. اینها به جای اینکه از عقل خودشون کار بگیرند، به جای اینکه متذکر بشند، بترسند از خدا که ما داریم نافرمانی میکنیم، خدا داره ما را مؤاخذه میکنه، اینا شومی و نحوست این را العیاذ بالله نسبت دادن به جای اینکه به اعمال خودشون، به کفر خودشون نسبت بدن، نسبت دادن به انبیاء خدا. قالوا انا تطیرنا بكم، همانا ما بدفالی میگیریم از شما. چه بدفالی؟ چی شد؟ علامه سیوطی رحمه الله نوشته که لانقطاع المطر عنا بسببكم، چندین وقت باران قطع شده، اینکه باران نمیاد، با قحط و با خشکی و با بیچارگی ما مواجه هستیم به سبب شماست. انا تطیرنا بكم، ما بدفالی میگیریم به سبب شما. لئن لم تنتهوا، الله انبیاء را تهدید کردند، اگر شما باز نیایید لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، ما شما را سنگ باران میکنیم، سنگسار میکنیم. ولیمسنکم، و به شما میرسد از جانب ما عذابی دردناک. قالوا طائركم معكم، اینها چی گفتند؟ انبیاء در جوابشان، بدفالی با خود شماست، شومی در وجود خود شما، در اعمالش خود شما. همین که کفر میکنید، انکار میکنید، پیام الله را رد میکنید، این خودش یک شومی هست. علت همینه که شما اینطور فلاکت زده هستید، اینکه باران از شما قطع شده و پریشانید، به همین علت است. این ذکرتم، آیا به خاطر اینکه شما ترسانده شدید، از عذاب خدا بیم داده شده، به این خاطر بدفالی را میگیرید؟ بل انتم قوم مسرفون، در واقع شما قوم متجاوز هستید، از حد گذشته، از حد تجاوز کرده، که شما چنین میگویید، نسبت میدید به انبیاء خدا. العیاذ بالله. خب این ترجمه آیات بود. ما در این آیات میخوانیم که این سه نفر پیغمبر اینها را موعظه کردند. آخر نفر چهارم که صدیق اون امت بود، که حبیب ابن مری نجار هست، اون در حمایتشون آمد و از قوم خواست که فرستادگان خدا را تکذیب نکنند. از آیات معلوم میشه که این فرد در همون ورودی شهر زندگی میکرد. لابد این انبیاء وقتی که آمدند به این شهر آمدند، اول خونه اون آمدند، او سر راه بوده، او را دعوت دادند، او دعوت انبیاء را پذیرفت، ایمان آورد، اولین کسی شد که ایمان آورد. بعد وقتی که انبیاء آمدند و اون فرد شنید که اینا پیغمبران خدا را تکذیب کردند، صدیق بود، آمد در تایید فرمایشات انبیاء، از اونها حمایت کرد، تبلیغ کرد. بالاخره قوم عصبانی شدند، حمله کردند، خودش را زدند، خودش را شهید کردند، حبیب نجار را. الله عزوجل بعد از شهادتش را هم تعریف کرده که کجا رفت، چی دید، با چه نعمتهایی از بهشت مواجه شد، چه تمنا و آرزویی برای بقیه قوم کرد. اما این نکته را ابتدا میخواستم عرض بکنم که اینجا خدای عزوجل مجهول فرموده، واضرب لهم مثلا اصحاب القریه، برای اینها مثال اصحاب قریه بیان کن. این قریه کدوم قریه مراد است؟ این شهر کدوم شهره؟ از آن جایی که هدف رب العالمین جزئیات داستان نیست، جزئیات قصه نیست، تاریخ گویی نیست،
که ما دقیق بدونیم کی بود، کجا بود، چی شد. هدف الله عزوجل یه موعظه‌ای از واقعه میخواد که ما حاصل بکنیم، یه درسی، یه عبرتی. پس به خاطر اون درس و اون عبرت خدای تعالی به صورت مبهم آورده. یک قریه بود، چند تا پیغمبر آمدن، 2 تا آمدن، سومی را ما فرستادیم. یه شخصی آمد جانانه از اینها دفاع کرد، اون شخص شهید شد، به بهشت رفت. این قوم که نافرمانی کردند و صدیق اون امت را شهید کردند، خدای عزوجل هم با یک فریاد جبرئیل این قوم را از بین برد، جگرهایشون پاره شد، در جا مردند، جان دادند. عذاب آمد، منظور اینه، عذاب آمد. این نتیجه را میگیریم که هر قومی که خیرخواهی خیرخواهان را نپذیرد، دعوت انبیا را نپذیرد، دعوت دلسوزان را نپذیرد و کفر بکنند، نتیجهش همینه. اون موعظه‌ای که مقصد قرآن حاصل شده. اما مفسرین اضافه بحث کردند که این کدوم شهر است، کدوم قریه است، این انبیا کی بودند. شما اگر به تفاسیر مراجعه کنید، اکثر مفسرین نوشتند مراد از قریه شهر انطاکیه هست و در شهر انطاکیه 3 نفر نماینده و 3 نفر مبلغ از طرف عیسی علیه السلام آمدند. یعنی این موضوع مربوط به زمان عیسی است. عیسی اینها را فرستاد. این 3 نفر کی بودند؟ یحیی، یونس و شمعون. عیسی علیه السلام را این 3 نفر را برای قوم انطاکیه فرستاد، برای شهر انطاکیه فرستاد. اینا تبلیغ کردند الی آخره. بیشتر مفسران، چون مفسران یکی که یک چیزی را نقل بکنن، بقیه نقلا عن نقل از اون نقل میکنن بدون تحقیق، همین رو نوشتند. اما امام ابن کثیر رحمه الله که از مفسرین محققین هست، علامه ابن کثیر در تفسیر خودش بر این ایراد گرفته، اینکه این شهر انطاکیه بوده و اینها فرستادگان عیسی علیه السلام بودند. این ایراد گرفته، اشکال گرفته. چنانچه میگوید و قد استشکل بعض الائمه، بعضی از ائمه تفسیر اینجا ایراد گرفتن کونها انطاکیه بما سنذکره، اینکه این قریه انطاکیه بوده ایراد گرفتن، چنانچه ما عنقریب ذکر میکنیم بعد تمام القصه ان شاء الله تعالی. ابن کثیر بالاخره بعد از تمام قصه ابن کثیر 4 تا سوال و 4 تا اشکال عمده مطرح می کند که از این 4 اشکال معلوم میشه که این شهر شهر انطاکیه نیست. علامه ابن کثیر میفرماید اولا از نظم ظاهر قرآن معلوم میشه که اینها فرستادگان عیسی نبودند، فرستادگان الله بودند. چرا؟ خدا فرموده اذ ارسلنا، ما فرستادیم. وقتی که اذ ارسلنا فرمود، پس اشاره هست که اینها رسول الله بودند، رسولان الهی بودند. ان ظاهر القصه يدل على ان هؤلاء كان رسول الله عز وجل. از ظاهر قصه، از ظاهر آیه معلوم میشه اینا را الله فرستاد، لا من جهت المسیح، از جهت عیسی مسیح نبودند. كما قال تعالى اذ ارسلنا الیهم 2، ما فرستادیم 2 نفر، فكذبوهما، 2 نفر را تکذیب کردند، فعززنا بثالث، ما آن 2 نفر را با سومی تقویت کردیم، ما کردیم. فقالوا انا الیکم مرسلون الی آخره. پس معلوم شد که خدا فرستاده.
و میفرماید اگر اینا فرستادگان عیسی مسیح بودند، اگر از حواریین عیسی بودند، خب عبارتی در آیه می آمد که اشاره می شد حداقل ولو كانوا هؤلاء من الحواریین، اگر این 3 نفر از حواریین عیسی بودند لقالوا عبارة تناسب انهم من عند المسیح، یک عبارتی می آمد که نشون میداد، مناسبت پیدا می شد که اینا از طرف عیسی مسیح هستند. پس این ایراد اول که خدا می فرماید ارسلنا، نفرمود که ان ارسل الیهم عیسی چند تا مبلغ فرستاد، نه، چنین چیزی نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ببینید مشرکین چه اعتراضی کردند. گفتم ما انتم الا بشر مثلنا، ای پیامبران شما هم مثل ما بشرید، چون از طرف خدا هستید این اعتراض هست. شما هم ادعا میکنید ما از طرف خداییم. اگر از طرف عیسی بودن خب عیسی خودش بشر میفرستاد، این اعتراض را هیچ وقت نمی کردند، چون عیسی خودش انسان بود. عیسی 3 نفر نماینده انسان بفرستد، خب اونا اگر کفر کنند انکار کنند میکنند، ولی هیچ وقت این اعتراض را نمی کنند. لذا میفرمایند که ثم لو كانوا رسل المسیح، اگر این 3 نفر فرستاده عیسی مسیح بودند لما قالوا لهم ان انتم الا بشر مثلنا، به اونها نمی گفتن شما بشر هستید مثل ما هستید. سوم، ببینید ما در تاریخ گذشته داریم که شهر انطاکیه که عیسی علیه السلام چند تا مبلغ برای اونها فرستاد، همه ایمان آوردند، شهر ایمان آورد، مسیحی شدند. اما از اینجا معلوم میشه از سوره یاسین که اینها ایمان نیاوردند تا به عذاب خدا گرفتار شدند. پس معلوم میشه این شهر انطاکیه نیست. میفرماید که فاذا تقرر ان انطاکیه اول مدینه آمنت، ثابت شده که انطاکیه اولین شهری است که به عیسی مسیح ایمان آورد. فاهل هذه القريه، اما اهل این قریه که در یاسین آمده، ذکر الله تعالی انهم کذبوا رسله، اینجا هست که اینا پیامبران خودشون را تکذیب کردند. و انه اهلکهم بصیحه واحده اخمدتهم، خدا با یک صیحه جبرائیل، فریاد جبرائیل اونها را نابود کرد و خاموششون کرد. اخمدتهم برای همیشه صدایشون خاموش شد. پس معلوم میشه که اینها اهل انطاکیه نیستند، اینا روستای دیگری هستند که عذاب بر اینها آمد. و چهارمین اشکالی که علامه ابن کثیر میگیرد، آخرین اشکال هست، اینه که بعد از نزول تورات بر هیچ قوم عذاب همگانی نیامده. چنین عذابی که مثلا بیاد همه را یک جا غرق بکنه، همه را یک جا بکشه، یک صدای بیاد، یک زلزله بیاد، یک صاعقه بیاد، همه را یک جا سرید بکنه، چنین عذاب نیامده، بعد از تورات موسی نیامده. از آیه معلوم میشه که اینا را خداوند یک جا با یک صیحه، با یک جیغ جبرائیل جگرهایشون را پاره کرد، همه در جا مردند، در جا جان دادند. پس معلوم میشه که این در زمان عیسی نبوده. وقد ذکر ابو سعید الخدری ان قصة انطاکیه من الحواریین، قصه شهر انطاکیه از حواریین چه زمانی بود؟ بعد نزول تورات. اون بعد نزول تورات بود، در حالی که وقد ذکر ابو سعید الخدری، صحابی رسول الله ابو سعید و غیر واحد من السلف و خیلی دیگه از سلف گفتند که ان الله تبارک و تعالی بعد انزاله التورات لم یهلک امتا،
من الامم الى آخرهم. هیچ امتی را خداوندی یک جا هلاک نکرده. چرا؟ برای بعضی که خداوند عزوجل عذاب فرستاده، اقوامی را مسلط کرده که اونها آمدن با اینا جنگیدن، اینا را تار و مار کردن، اینا را کشتن. چنین عذاب آورده خدا. اهل یک شهری را عذاب داده، مثلا دشمنی را بر اونها مسلط کرده. اما که با یک صیحه، با یک فریاد آسمانی، یک جا در جا همه کشته بشن، چنین عذابی بعد از تورات بر هیچ قومی نیامده. بنابراین ثابت شد که اینا اهل انطاکیه نیستن، این یک قریه دیگه هست. اینا فرستادگان عیسی نیستن، اینا مستقیما فرستادگان الله هستند. اینها ایرادات علامه ابن کثیر است. شیخنا حضرت حسین علی رحمه الله هم به همین عقیده دارند. ایشون هم معتقدند که این ارتباط با اون جریان اهل انطاکیه که عیسی برای اونها فرستادگان فرستاد وجود نداره. این یک شهری هست بغیر از انطاکیه و می فرماید که 3 پیغمبر بودند. اسامیشون را می فرماید، یکی صادق، یکی صدوق و یکی شلوم. 3 پیغمبر بودند، صادق، صدوق، شلوم. اینها را الله عزوجل برای اهل این قریه مبعوث فرمود، فرستاد. اینها آمدند و تبلیغ کردند. قوم به اونها بدفالی گرفت. آخر خدای عزوجل مردی را برای تایید اینها فرستاد. این مرد که بود، الله می فرماید و جاء من اقصى المدینه رجل یسعی. از اقصای شهر، از گوشه شهر مردی آمد که یسعی، می دوید، دوان دوان آمد، زودتر آمد که از انبیاء الهی حمایت کند. قال یا قوم، ای قوم من، اتبعوا المرسلین. این مرسلین الله را، این فرستادگان الله را پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. شما پیروی بکنید اون انسانهای پاکی را که از شما هیچ اجر نمیخواهند، هیچ مزد نمیخواهند. و هم مهتدون، اونها هدایت یافته هستند. اونها را پیروی بکنید. خب از این تبلیغ تو معلوم میشه که تو خودت دعوت اینها را پذیرفتی، دینت را ترک کردی، دین آبایی و اجدادی را. آیا چنین هست؟ واقعا دین را ترک کردی؟ این سوال وارد میشه. این سوال را این مرد جواب میده. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چی شده مرا که من عبادت نکنم آن ذاتی که مرا آفرید؟ و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید. چرا من عبادت نکنم؟ من فقط همون ذات واحد را عبادت میکنم. اتخذ من دونه آلهه، واضح تر میکنه، یعنی من یک تاپرست شدم، من موحدم، توحیدی هستم. اتخذ من دونه آلهه، آیا من بغیر از خدا دیگران را به عنوان معبود انتخاب کنم؟ این یردن الرحمن بضر، این دلیل نفی الوهیت غیر الله است. یعنی من غیر خدا را به عنوان اله قبول ندارم. چرا؟ چون که این یردن الرحمن، اگر رحمان نسبت به من اراده ضرر بکند، یردن الرحمن بضر، اراده آسیب زدن بکند، اراده ضرر رسوندن بکند، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، برای من فایده ای نداره شفاعت اینها هیچ چیزی. شفاعت خدایان باطله. ولا ینقذون، ای ینقذونی، نمیتونن اونها مرا از عذاب خدا هم نجات بدهند. اگر من غیر خدا را عبادت کنم، انی اذا لفی ضلال مبین، من در این هنگام از در گمراهی آشکاری خواهم بود. لذا ای قوم، من مثل شما گمراه نمیشم. الله عز و جل می فرماید که
ها انی آمنت بربکم فاسمعون، آخر خطاب میکنه صراحتا ای قوم من که ایمان آوردم، خوب گوش کنید، بدونید که من الان دیگه از شما نیستم، بر دین شما نیستم، بر آیین شما نیستم، من بر آیین این پیامبران الهی هستم. از سیاق قرآن معلوم میشه که فوراً اینا شهید کردند، اینا زدند کرا حبیب نجار را شهید کردند، چنان زدند که جان داد، شهید شد. بعد از شهادت را الله تعریف میکنه، قیل ادخل الجنه، به او چی گفته شد؟ ادخل الجنه، وارد بهشت شو. پس ببینید اینجا نکته دیگر میخواستم هم خدمت شما عرض کنم. ما قبلا درباره شهدا خواندیم که شهدا زنده هستند، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، شما نگید شهدا را مرده های معمولی، بل احیاء، اونا زنده هستند. زندگیشون چه زندگی است؟ این زندگی، این حیات واقعی شهدا. قیل ادخل الجنه، به آنان گفته شد که به ایشون گفته شد وارد بهشت شو، یعنی روحش رفت در عالم برزخ، در اعلی علیین، و از اونجا در بهشت خدا عیش و عشرت میکنه، عیش و نوش میکند. درباره حیات شهدا هم خداوند فرموده بل احیاء عند ربهم یرزقون، چنان حیاتی است که عند ربهم یرزقون، نزد پروردگار رزق میخورد، نه در این دنیا بلکه در اون دنیا. اینجا ببین القرآن یفسر بعضه بعضا، قیل ادخل الجنه، جنت که تو این دنیا نیست، یه دنیای غیر از این دنیاست. پس حیات هست، بله قرآن گفته، اما حیات برزخیه. حیات برزخ یک عالمی هست بین دنیا و آخرت که از برزخ ارتباطی هست با بهشت، و العیاذ بالله اگر بد باشد ارتباطی هست با جهنم. برزخ دو شعبه مهم داره، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ما قبلا خواندیم که اعلی علیین بالاتر از آسمان هاست و سجین زیر زمین هاست. اون حدیث یادتون هست که صالح را وقتی که میبرن به طرف با آسمان ها، فرشتگان هر آسمانی در ورودش اهلا و سهلا، خوش آمدگویی، به به، مرحبا، بفرما، همه اکرام اعزاز، تا میبرنش این روح را در اعلی علیین قرار میدن. و اگر بد باشد اصلا آسمان درش باز نمیشه، میگن که لا مرحبا به، هیچ خوش آمدگویی براش نداریم، هیچ استقبالی ازش نمیشه، هیچ دری براش باز نمیشه. ببرید این را به سجین، از اونجا بر میگردانند زیر زمین ها یک مکانی هست به نام سجین، اونجا میبرند. اینم بخش دیگری از برزخ. معلوم میشه که برزخ از فوق سماوات گرفته تا تحت اراضی تمام این دنیا را چی؟ حاوی هست، شامل است، مشتمل است. پس اونجا میره و به عذاب خدا گرفتار میشه. درباره فرعون نخواندیم النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش جهنم صبح و شام بر اونها عرضه میشه. این در برزخ است، چون بعد از این آیه داریم و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. روز قیامت گفته میشه که فرعون را در اشد العذاب داخل کنید. اون قیامت عذابش فرق میکنه با عذاب برزخ. درباره همین شهدا داریم که ارواحشان در کالبد پرندگان سبز رنگی زیر عرش رحمان قنادیلی دارند، لانه‌هایی دارند که اونجا هستند و هر ساعتی، هر وقتی که دلشون بخواد میرن در باغات بهشت میچرند.
این قیل ادخل الجنه. پس حیات اصلی، رزق اصلی، روزی اصلی اینه. در اون عالم، در برزخ، اینها به عیش و نوش مشغول هستند. لذا الله می فرماید به این حبیب نجار چی گفته شد؟ قیل ادخل الجنه، به او گفته شد وارد بهشت شو. وقتی که اون را به بهشت بردند، ناز و نعمتی دادند، تمنای اظهار کرد، خدای عزوجل تمنایش را کامل کرد. اون تمنایش چی بود؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ایش کاش قوم من میدانست، یا لیت قومی یعلمون، قوم من میدانست بما غفر لی ربی، بسبب غفلت مغفرت رب من مرا، که رب مرا مغفرت کرد، وجعلنی من المکرمین، مرا از انسانهای مکرم، از انسانهای معزز، از انسانهایی که اکرام شدم قرار داد. الله عزوجل هم به ما اعلام کرد که چنین جایگاهی به این بنده خودمون بخشیدیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. حال وقتی که قوم این خیرخواه را، این بنده خدا را شهید کردند، الله عزوجل این قوم را به عذاب سختی گرفتار کرد. اون عذاب سخت چه بود؟ الله می فرماید ما لشکری نفرستادیم، ما گروهی را نفرستادیم که اینا را تک تک بکشن، تار و مار بکنن، بلکه فقط یک فریاد، یک جیغ، چنان جیغی که جگرهایشون را پاره کرد، در دم مردند، در جا مردند. الله می فرماید و ما انزلنا علی قومه، ما نازل نکردیم بر قوم این حبیب نجار، من بعده من جند من السماء، بعد از او هیچ لشکری از آسمان، یعنی لشکریان آسمانی را و فرشتگان را ما نفرستادیم. و ما كنا منزلین، ما فرستنده نیستیم. ان كانت الا صیحة واحده، الله می فرماید نبود مگر یک فریاد، یک جیغ. فاذا هم خامدون، در این هنگام آنها خاموش شدند. یعنی چراغ زندگیشون چی شد؟ چراغ زندگیشون خاموش شد. همه در دم جان دادند، مردند. حال الله عزوجل اظهار می فرماید، اظهار تأسف، حسرت بر این قوم. بعضی میگن این کلام کلام ملائکه هست، بعضی میگن کلام رسول است. همین انبیا بعد از اینکه خداوند قومشان را هلاک کرد، حسرت را خوردند. یا حسرتا علی العباد، ای حسرت بر بندگان، افسوس بر بندگان. چرا؟ ما یأتیهم من رسول، هیچ رسولی، هیچ دعوتگر و هیچ خیرخواهی برایشون نمیاد، الا کانوا به یستهزئون، مگر نسبت به او چی میکنند؟ مسخره میکنند، مسخره کردند انبیا را. الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. الله می فرماید که آیا نمیدانند؟ لم یروا، نمی بینند یعنی نمیدانند، مراد بصیرت است نه بصارت. آیا نمیدانند که کم اهلکنا قبلهم، چقدر اقوام را، چقدر گروه ها را که ما قبل از اینها بودند ما هلاک کردیم از قرون گذشته به دلیل تکذیب انبیا. انهم الیهم لا یرجعون، اونها دیگه به سوی اینها بر نمیگردند، نمی بینند با چشمان خودشان که چطور به عذاب خدا گرفتار شدند. و این کل لما جمیع لدینا محضرون، کجا برمیگردند، کجا حاضر میشوند؟ الله می فرماید این کل، این نافی است، نیستند همه آنها، لما جمیع لدینا، مگر همه
نزد ما حاضر کرده می شوند. لما به معنی الا هست، مگر همه نزد خدای عزوجل احضار می شوند، الله از آنها بازخواست می کند، سوال می کند. پس این واقعه انطاکیه شد. یا عرض کنم که غیر انطاکیه، که بیشتر مفسران انطاکیه میگن ولی محققان میگن انطاکیه نیست، که اینها چطور چراغ زندگیشون خاموش شد؟ چون که انبیاء خدا را انکار کردند. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.